22 آبان 1402. این ام البنینه، اینم رقیه است. دو نوزاد به هم چسبیده که بعد از 3.5 ماه از تولدشان به شیراز آمدند تا تحت عمل جراحی جداسازی قرار بگیرند. خیلی مورد نادری هستش. تقریباً به ازای هر 250,000 تولد زنده یه دونه اتفاق میفته. یک عمل جراحی سخت با حضور پزشکان و جراحان متخصص و حاذق دانشگاه علوم پزشکی شیراز که از ساعت 8 صبح در بیمارستان نمازی آغاز شد. هم قسمتی از پریکارد، کبد، اثناعشر، مجرای پانکراسی که وارد اثناعشر میشد. پریکارد یه پرده‌ایه که اطراف قلب قرار میگیره و یه 100 سانتی متری از روده کوچیک اینا با هم همین مشترک بود. پیچیدگی نقاط مشترک باعث شد بیهوشی این عمل جراحی 3 ساعت زمان ببرد. یه مقداری پرچالشه چون صورتاشون روبرو به همه و بیهوش کردنش به خصوص برای حفظ راه هوایی متعدی برای ما مشکل ساز بود، چون که ما باید هم راه شریانی میگرفتیم برای هر کدوم جداگونه، راه ورید مرکزی برای هر کدوم به صورت جداگونه میگرفتیم. چسبندگی پانکراس و شرایط پیچیده جداسازی آن حین عمل نتیجه این جراحی جداسازی را این بار به گونه دیگر رقم زد. عمل جداسازی کبدشون با موفقیت انجام شد. برای جداسازی کامل این دو قلوها الزام انجام یک جراحی تخصصی برای یکی از قلها ضروری تشخیص داده شد. چون وقتی مجرای لوزالمعده‌ای که وارد اثناعشر میشه مشترک باشه، این باید یکی از قلها بره به یه عمل خاصی به نام عمل ویپل. این عمله برای سن 3.5 ماهگی عمل سختی محسوب میشه. به خاطر همین سعی شد که یعنی بعد از اینکه کبد جدا شد اینو بذاریم برای یه فاصله تایمی بعدتر که این سن یه مقدار بره بالاتر. اون شانس اون یکی هم بعد می‌بردیم بالاتر. رقیه و ام البنین سومین دو قلوی به هم چسبیده‌ای بودند که در شیراز تحت عمل جراحی جداسازی قرار گرفتند. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما.